می گویند گاه خردمندترین سخنها از زبان کسی می آید که همه او را دیوانه می پندارند. امروز چند حکایت کوتاه از بهلول را برایتان روایت می کنم. حکایت سوداگر و بهلول. روزی سوداگر بغدادی از بهلول سوال نمود: من چی بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقدار آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماه فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. این دفعه گفت: بهلول دیوانه، من چی بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول این دفعه گفت: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه انبار نمود. و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه های او پوسید و از بین رفت و ضرر فراوان نمود. فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت: در اول که از تو مشورت نمودم، گفتی آهن بخر و پنبه. نفع بردم. ولی دفعه دوم این چی پیشنهاد بود کردی؟ تمام سرمایه من از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت: روز اول که مرا صدا زدی، گفتی آقای شیخ بهلول، و چون مرا شخص عاقل خطاب نمودی، من هم از روی عقل به تو دستور دادم. ولی دفعه دوم مرا بهلول دیوانه صدا زدی، من هم از روی دیوانگی به تو دستور دادم. مرد از گفته دوم خجل شد و مطلب را درک نمود. نقل کردند که بهلول بیشتر اوقات در قبرستان می نشست. روزی هارون به قصد شکار از محل قبرستان عبور می کرد و چون به بهلول رسید گفت: بهلول چی می کنی؟ بهلول جواب داد: به دیدن اشخاص آمدم که نه غیبت مردم را می کنند و نه از من توقعی دارند و نه مرا اذیت و آزار می دهند. هارون سوال کرد: آیا می توانی از قیامت و صراط و سوال جواب آن دنیا مرا آگاهی دهی؟ بهلول گفت: به خادمین خود بگو تا در همین محل آتش نمایند و تابه بر آن نهند تا خوب داغ شود. هارون امر نمود تا آتش افروختند و تابه بر آن آتش گذاردند تا داغ شد. آنگاه بهلول گفت: ای هارون، من با پای برهنه بر این تابه می ایستم و خود را معرفی می نمایم و آنچه خوردم و هرچی پوشیدم ذکر می نمایم و سپس تو هم باید پای خود را مانند من برهنه نمایی و خود را معرفی کنی و آنچه خورده‌ای و پوشیده‌ای ذکر نمایی. هارون پذیرفت و بهلول روی تابه داغ ایستاد و فوری گفت: بهلول و خرقه و نان جو و سرکه. و فوری پایین آمد که ابداً پایش نسوخت و چون نوبت به هارون رسید، به محض این که خواست خود را معرفی نماید نتوانست و پایش بسوخت و به پایین افتاد. پس بهلول گفت: ای هارون، سوال و جواب قیامت نیز به همین صورت است. آنها که درویش بوده و از تجملات دنیایی بهره ندارند آسوده بگذرند و آنها که پایبند تجملات دنیا باشند به مشکلات گرفتار آیند. حکایت جالب و داستان ازدواج بهلول. جوان نزد بهلول آمد و پرسید: من از بدبختی دایم در فکرم که چی خاک بر سر کنم. سبب چیست که پدر می گوید زن بگیر درست می شود؟ بهلول گفت: حکمت آن است که پس از ازدواج دوتایی فکر خواهید کرد که چی خاک بر سر کنید. یک روز عربی از بازار عبور می کرد که چشمش به دکان خوراکپزی افتاد. از بخاری که از سر دیگ بلند می شد خوشش آمد. تکنانی که در دست داشت بر سر آن می گرفت و می خورد. هنگام رفتن صاحب دکان گفت: تو از بخار دیگ من استفاده کردی و باید پولش را بدهی. مردم جمع شدند. مرد بیچاره که از همه جا در مانده بود بهلول را دید که از آنجا می گذشت. از بهلول تقاضای قضاوت کرد. بهلول به آشپز گفت: آیا این مرد از غذای تو خورده است؟ آشپز گفت: نه، ولی از بوی آن استفاده کرده است. بهلول چند سکه نقره از جیبش درآورد و به آشپز نشان داد و به زمین ریخت و گفت: ای آشپز، صدای پول را تحویل بگیر.
آشپز با کمال تعجب گفت: این چی طرز پول دادن است؟ بهلول گفت: مطابق عدالت است. کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول دریافت کند. روزی خلیفه هارون رشید و جمعی از درباران به شکار رفته بودند. بهلول با آنها بود. در شکارگاه آهوی نمودار شد. خلیفه تیری به سوی آهو انداخت ولی به هدف نخورد. بهلول گفت: احسنت. خلیفه غضبناک شد و گفت: مرا مسخره میکنی؟ بهلول جواب داد: احسنت من برای آهو بود که خوب فرار نمود.